با سلام، محمد رضا قاسمی هستم. به کانال بنده خوش آمدید. اگر از ویدیو بنده خوشتون آمد گزینه سابسکرایب را بزنید و اگر سوالی، پیشنهاد یا انتقادی داشتید در کامنت ها درج بفرمایید. خب قبل از اینکه نرم افزار اکسل رو شروع کنیم، من یک رزومه ای از شرکت سازنده نرم افزار خدمت شما دوستان عرض بدم. شرکت مایکروسافت کاربردی ترین نرم افزارهایی را که در یک اداره مورد استفاده قرار میگیرن طی یک پکیجی به نام مایکروسافت آفیس در اختیار کاربراش قرار داد. خب این مایکروسافت آفیس شامل چه چیزاییه؟ یک ورد، اکسل، پاورپوینت و اکسل که هر کدوم کارهایی و ویژگی خودش داره. برای مثال اکسل برای تجزیه و تحلیل محتوا به کار میره. به اکسل صفحه گسترده نیز گفته می شود. یعنی چی صفحه گسترده؟ یه اصطلاح طبقه بندی شده است که یعنی چی؟ یعنی از تعداد زیادی سلول تشکیل شده. در ادامه توضیح میدم سلول یعنی چی. که با وجود ابزار مختلف امکان هر گونه محاسبات را به کاربر میده بدون هیچ گونه محدودیتی، بدون هیچ گونه. خب بریم سراغ آموزش. وقتی شما نرم افزار اکسل رو باز میکنید با چنین صفحه‌ای مواجه میشید. به این صفحه تمپلیت کار گفته میشه. تمپلیت یعنی قالب‌های آماده، قالب‌های آماده‌ای که از قبل فرمول نویسی شدن و چون به زمان اصلی یا هم انگلیسی میباشن عموما مورد استفاده ما قرار نمیگیره و ما بیشتر ترجیح میدیم که با بلنک ورکبوک یا هم فایل اکسل خام کار کنیم. پس چی شد؟ به این صفحه تمپلیت ها گفتیم، یعنی قالب های آماده. خب من یه صفحه بلنک ورکبوک یا فایل اکسل خام باز میکنم. خب وقتی شما صفحه اکسل رو باز میکنید با چنین صفحه مواجه میشید. به این میگن چی؟ ورک بوک، یعنی کار پوشه و به هر گونه این صفحات، به این همین صفحات چی گفته میشود؟ شیت یا همون ورک شیت یا همون کار برگ. پس به کل این میگن ورک بوک و به این صفحاتش میگن چی؟ ورک شیت یا همون کار برگ. خب ما از ابتدا شروع میکنیم و تمام اجزای اینا رو به شما یاد میدم. خب ما از ابتدا از بالا سمت چپ شروع میکنیم. به این میگن کویک اکسس تولبار، نوار دسترسی سریع. نوار دسترسی سریع. به این میگن چی؟ تایتل بار، عنوان کارپوشه را به شما نشون میده. عنوان کارپوشه که در نرم افزار اکسل 2013 2016 و 2019 در وسط قرار داره. به این چی میگن؟ نوار کنترل. به این قسمت که اجزای مهم اکسل نرم افزار اکسل ریبون گفته میشه یا نوار ابزار که از تعدادی سربرگ تشکیل شده که در هر سربرگ ابزارهای همسو و همکار قرار گرفته اند. این پسی به این میگن ریبون. به این میگن نیم باکس، نام سلول رو به شما نمایش میده یا میتونید سلول رو در آن جزء به این فرمولا بار گفته میشه و به این صفحه گسترده گفته میشه. همونطور که گفتم به اینجا صفحه گسترده اکسل گفته میشه. به این قسمت لیست شیت یا همون لیستی از شیت های شما یا همون کاربرگ های شما گفته میشه و به این قسمت استیتوس بار یا نوار وضعیت گفته میشود. خب من در ابتدا جدا هر سربرگ رو در ویدیوهای مختلف خدمت شما دوستان عرض خواهم کرد. در این قسمت از سربرگ هوم شروع خواهم کرد و اجزای مهم این سربرگ رو خدمت شما دوستان عرض خواهم کرد. خب شروع میکنیم. سربرگ هوم بیشتر برای ویرایش محتوا و داده به کار میرود. یعنی چی ویرایش محتوا؟ محتوا شامل چیه؟ یک متن میتونه باشه یا میتونه تصویر باشه یا میتونه شیپ باشه. اصلا محتوا یعنی فقط مختص متن نیست، بس محتوا یا میتونه متن باشه یا میتونه تصویر باشه یا میتونه شیپ باشه. خب شروع میکنیم. سربرگ هوم از غیر قسمت کلیپبورد داریم. کلیپبورد برای چیه؟ یک برای کات هستش، برای کپی هست و فرمت پینتر. یعنی چی؟ شما وقتی یک سلول رو انتخاب میکنید، سلول یعنی چی؟ از تقاطع سطر، از تقاطع ستون و سطر یه دونه سلول به وجود، از تقاطع ستون و سطر یه سلول به وجود میاد که نامش رو میتونید اینجا ببینید در نیم باکس. چجوری نامش ابتدا ستون و صفت سطر نمایش داده میشود. خب ما میخوایم بخش کلیپبورد رو خدمت شما دوستان عرض بکنم. برای در قسمت کلیپبورد ما 3 ابزار داریم. یک ابزار برای کپی کردن، کات کردن و فرمت پینتر. کپی یعنی یک نمونه از نسخه قبلیش رو کپی کنیم. پس یک نمونه از این فرق نمیکنه متن باشه، محتوا باشه یا شیپ باشه.
پس میایم رو ابزار کپی کلیک میکنیم و اینجا پیستش میکنیم. پس رو ابزار کپی، بعد میایم اینجا پیستش میکنیم. پس کپی یک نمونه از نسخه قبلیش رو کپی میکنه و الان میتونه متن باشه. اینجا کلیک میکنیم، میریم اینجا پیستش میکنیم. حالا یک کلید میانبری هم داره، کنترل سی کپی میکنه، کنترل سی، کنترل سی، کنترل وی پیست میکنه، کنترل وی، کنترل سی، کنترل وی. حالا فرق نمیکنه متن باشه، شیپ باشه یا هر چیزی. خب میریم سراغ ابزار کات. کات اونو جابجا میکنه، اون محتوا رو جابجا میکنه. برای مثلا من اینو در نظر میگیرم، ابزار کات رو میزنم و اینجا پیستش میکنم، فقط اون رو جابجا میکنه. پس یه بار دیگه ابزار کات رو میزنم و میام اینجا پیستش میکنم به این صورت که مشاهده کرد. این شد. حالا کلید میانبری هم داره به نام کنترل ایکس، کنترل ایکس رو میگیریم و کنترل وی، کنترل وی، کنترل ایکس رو میگیریم، کنترل وی. پس کلید میانبر کپی شد کنترل سی، کنترل وی و کلید میانبر کات شد کنترل ایکس و کنترل وی. خب یه ابزار دیگه هم اینجا هم داریم به نام فرمت پینتر. فرمت یعنی چی؟ یعنی هر نوع تغییر در ظاهر محتوا میشه فرمت. وقتی شما یه دونه مثلا اینو در نظر بگیرید، میان روی این گزینه میزنید و به این صورت فرمت بالای به این بالای منتقل شد، اصلا فرقی نمیکنه. حالا میتونه محتوا باشه، اینو مثلا در نظر فرمت اینو میگیری و به پایینی منتقل میکنی، هیچ فرقی نمیکنه. این شد فرمت پینتر که اگر دو بار کلیک کنی میتونی به چند تا بخش اضافه کنی و اگه دو بار کلیک کنی بله و میتونی دو بار کلیک کنی و هر جا که دوست داشتید انتخابش کنید. پس شد یه دونه ابزار کات، کپی و فرمت پینتر. کات که شد کنترل ایکس، کپی شد کنترل سی و فرمت پینتر گیت نه و پیست هم شد کنترل وی، کنترل وی. امیدوارم که مشکلی نداشته باشید تا به اینجای کار. خب بریم سراغ قسمت بعدی، فونت. فونت وقتی شما یک داده وارد میکنید، حالا به عنوان مثلا محمد رضا، نوعش فونتش کالیبری اندازش 11. حالا ما میخوایم تغییرش بدیم، میخوایم وضوحش رو بیشتر بولدش کنیم، بولدش میکنیم، میخوایم ایتالیکش کنیم، موربش کنیم، یا میتونیم روش زیرش دو تا خط بکشیم، یا میتونیم براش حاشیه بوردرز بذاریم، حاشیه بذاریم که بیشتر عموما آل بوردرز استفاده میشه. این دورش رو برای من اسکنم. بعد همینطوری که مشاهده میکنیم میتونیم وضوحش رو بیشتر کنیم، ایتالیکش کنیم، موربش کنیم، یا آدرلاین زیرش بذاریم، یا میتونیم براش حاشیه در نظر بگیریم، یا میتونیم پس زمینه براش بذاریم، یه پس زمینه هم براش میذاریم، یا میتونیم فونت قلمش رو تغییر بدیم، مثلا قرمزش کنیم، یا میتونیم اندازش رو تغییر بدیم، نوع سایزش رو به این صورت، به این صورت. فرق. حالا اینو مورد، حالا من میخوام فرمتش رو دیگه برای پایینی در نظر نگیرم، میخوام فرمتش رو کپی کنم. همونطوری که گفتم فرمت رو میگیریم و به پایینی منتقل میکنیم به همین صورت. و یه چیزم بهتون بگم، اگر در اکسل هر کاری انجام بدید و میخواستی به قبل برگردی، کنترل زد، کنترل زد و این بالا اینو بزنید به قبل برمیگرده، کنترل زد و کنترل زد. کنترل وای هم برگردید به جلو، همون کاری که انجام، کنترل زد و کنترل وای. علاوه کنترل وای، کنترل زد، کنترل وای، کنترل زد به عقب و جلو. اینجا میتونید مشاهده، و اینم برای سیو کردنه که اینم کویک اکسس تولبار گفتم. کویک اکسس تولبار مثلا شما اینو میخواهید دیگه نه تو این سربک فوری بهش دسترسی بده، میگه اد کویک تو اکسس تولبار، اینجا فوری نمایشش داره میشه، دیگه نمیخواد شما به تو این سربک دنبالش بگردی، فوری اینجا. اگه میخواد برگرد ریموو اکسس، به اینم گفتم اینجا بگم بگی دیگه یادم نره. بله دیگه همین شد دیگه و اینم بزنم به فرمت پینتر و اینم منتقل شد که دیگه اینجا هیچ چیزی مهمی من نمیبینم و این آلبورد بیشتر این برای ما کاری داره و میتونید شما اینجا
خطاش هم رنگی کنید، ولی من بیشتر ترجیح میدم با مشکی کار کنم. بله اینجا آخر همین نو بوردر هم میتونید پاکش کنید دیگه. بله خب بریم سراغ سربرگ الاینمنت. سربرگ الاینمنت برای ترازبندیه. برای ترازبندی ما دو نوع ترازبندی داریم، یک ترازبندی در ستون و ترازبندی در سطر. الان اینجا ترازبندی در ستونه، میخوام اینو بیاریم و ترازبندی در سطر میاریم وسط و بیشتر اینا میکنیم. اینا ترازبندی در سطر، اینا میاریم وسط، اینا ترازبندی در سطر، همه میان وسط. میتونیم حالا برایشون پس زمینه بذاریم یا بولدشون کنیم. ما الان انجام میدم پس زمینه براشون میذارم، پس زمینه‌اش هم میتونیم انتخاب کنیم به این صورت یا حالا هر چی دیگه. حالا من زیاد به عقب بر نمیام. اینجا اورینتیشن داریم، یعنی میتونیم به حالت مختلف نمایشش بدیم. من بیشتر زیاد از این استفاده نکردم، ولی من یه جا اینو دیدم برای ردیف استفاده میشد. مثلا ردیف رو به این صورت نمایش میداد، اورینتیشن و به این صورت. حالا جالب بود در خودش، حالا من ندیده بودم. این به این صورت نمایش میداد، دیگه باعث نمیشه به این صورت نمایشش میداد. من بیشتر از این دیدم. بعد این باعث تو رفتگی میشه، این ابزار، این دیکت به این صورت و به این صورت باعث تو رفتگی میشه. رپ تکس وقتی شما یه دونه متن رو مینویسی که داخل اون سلول جا نمیده، میتونیم از گزینه رپ تکس استفاده کنیم که باعث میشه ارتفاع سلول زیاد بشه. به این صورت اکسلنت، به این صورت باعث میشه بیاد پایین. مرج اند سنتر باعث میشه دو تا سلول با هم ادغام بشن و وسط چین بشن. دو تا سلول با هم انتخاب شد و الان مثلا من یه دونه سلول انتخاب کنم، همین گوشه که H5 یه دونه نام براش در نظر میگیره و قبل از اینکه اینو بزنم دو تا نام داشت، یه دونه I5 و یه دونه H5. وقتی اینا رو من مرج کردم یه دونه سلول در نظر H5 و یه رپ تکس شد، یه مرج اند سنتر شد و ترازبندی ها شد و تو رفتگی ها شد و این اورینتیشن و اینم که به طور خودکار انجام میده، همون انگلیسی به فارسی. و یه چیزی که از اینجا الان صفحه من به صورت انگلیسیه، داده من به صورت انگلیسی وارد میشه. اگر شما خواستید داده به صورت فارسی وارد کنید، میایید در سربرگ پیج لایوت و این شیت رایت تو لفت رو میزنید و از راست به چپ برای شما نمایش داده میشه، ولی چون من از چپ به راست نمایش داده میشه. این گزینه رو فعال میکنید. یا بله اگر میخواید دیگه هر دفعه نیاید اینو چیزش کنید، میتونید اد تو کویک اکس تولبار بزنید و اینجا در دسترتون باشه. اینجا راحت میتونید اینو یا میتونید ریموو بزنید و برگردید به حالت اول. خب تا اینجا امیدوارم سوالی مشکلی نداشته باشید. خب میریم برقی سربرگ قسمت نامبر برای فرمت محتوا در نظر، فرمت یا همون چیدوی نمایش داده بشن. برای ما مثلا یک عددی داریم، به چند صورت میتونیم نمایشش بدیم. یک به صورت عمومی یا نامبر باشه، یا کارنسی باشه، یا اکانتیو باشه، یا دیت باشه، یا تایم باشه، یا پرسنج باشه، یا پرسنت باشه، یا تکست باشه، یا به صورت متن نمایش داده بشه. مثلا وقتی شما یه عددی رو میخواید وارد کنید، عموما اکسل همون جنرال در نظر، یعنی عمومی در نظرش میگیره. وقتی شما میخواید مثلا با اشار نمایشش بدی یا مثلا برای مثلا نمرات، از فرمت نامبر استفاده میشه. نامبر مثلا 16 و نیم، 18 و نیم. وقتی شما میخواید برای واحدهای مالی استفادهش کنید، مثلا 23500 ریال، 2,356,000 ریال، از این استفادهش میکنید. یا مثلا میتونید اینجا 300 دلار، 2500، 2,500,000 دلار، 25 میلیون دلار، از این اکانتیو یا کارنسی استفادهش میکنید. این دوتا میتونید برای واحدهای مالی یا حسابداری استفاده کنید. دیت هم که معلومه برای تاریخ از این استفاده میکنید. تایم برای زمانه،
مثلا 18 و 20 دقیقه و چند ثانیه، 21 و 30 دقیقه و 20 ثانیه. پرسنت برای درصده و تکس هم برای اعداد مد. یعنی چه اعداد مد؟ کد ملی، کد بیمه، شماره تلفن، اینایی که اولشون صفره. مثلا اینجا من الان صفر رو بذارم، صفر اینجا نمایش داده نمیشه، 0.57 نه، صفر نمایش داده نمیشه. چرا؟ چون از صفر اول عدد خونده نمیشه، ولی اینجا تو فرمت هم تکسه خونده میشه 0.57 حل 14 به این صورت. و کد ملی بیشتر استفاده میشه، شماره تلفن یا کد بیمه برای بچهای حساب داریم. بعد من اینجا یه چیزی بهتون بگم، مثلا 12,500,000. خب ما میخوایم اینو سه رقم جدا کنیم، روی این ویرگول میزنیم، سه رقم جدا میشه و به این صورت اشارش رو کنسل میکنیم، به این صورت. پس سه رقم جدا میشه و میتونیم اینجا جداش کنیم. مثلا 1,000,000 سه رقم میخوام سه رقم جداشون روی این گزینه میزنیم و دو رقم اشارش رو از بین میبریم، 1,000,000. بله امیدوارم بله کامل اینا رو گفتم. و اینم برای درصد، برای توانه که تقریبا همه رو برای شما عرض کردم. اینم که گفتم، اینم اینجا انتخابشون ریال باشه یا یا دلار باشه یا یورو باشه یا حالا هر چیز دیگه. خب امیدوارم از آموزش های بنده لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.